سلام به همگی. امروز روزیه که فردا صبحش میخوام بیان تمام این کابینت ها رو بکنن و ببرن. اینا رو اهدا کردیم به هوم هابیتات که اونجا اگه کسی لازم داره به فروش برسه. و امتیازی که برای ما داره اینه که خب کسایی میان که اینها رو به صورت رایگان بر میدارن و میبرن و ما احتیاجی نیست که خودمون این کارو بکنیم. این کابینت سال 1988 همزمان با خونه اینا رو گذاشتن. 36 سالشون میشه. همینطور تمام این چراغایی که میبینین. اگه یه تور کلی بخوام از آشپزخونه بدم، از داینینگ روم که میایم دیگه مس رو ببخشید دیگه، تمام این ظرف و ظروف و هر چیزی که لازم بوده از اتاقای بالا خالی کردیم تا اینجاها، تا کابینت ها خالی بشن. آدم تا وقتی که وسایلش رو ور نداره نمیفهمه که چقدر خرت و پرت داره کلا. این مثل اون یکی پنتریه، ولی از اونجا که ما این یخچالی که قبلا بود اینجا، یعنی جای یخچال قدیمی کلا کوتاه و مثلا باریک بودن و یه کابینت دیگه اینجا داشتن که اون موقع ما دونیت کردیم. و این پنتری که میبینین این قبلا این برای یخچال بود، یعنی اینجا پنتری بود. تفاوت رنگو اگه ببینیم معلوم میشه که اینجا پنتری بود و اینجا پنتری بود، یخچال بود، بالکد بالا دیگه. این جای مایکروویو بود. من اینجا توسترمو میذاشتم چون مایکروویو استفاده نمی‌کردیم. تمام این کابینت خالی شده. حدود 5 سال از این کابینت ها استفاده کردم، ولی دیگه فکر میکنم موقعش بود که اینا عوض بشه کلا. خودم بیشتر طرفدار کابینت های روشن، رنگ روشنم. البته رنگ چوبم دوست دارم ولی دیگه نه. این حالت هانی اوک مدل ایدیز دیگه به نظرم خیلی خونه رو قدیمی نشون میده. جای دیش واشر رو اونم از این گردن ها. بهتر بود که یه فیلم میگرفتم از قبلش که یادگاری برام بمونه که این چی بود. اینم از مدل کاشیاش، یه رگه های صورتی و آبی نیست، صورتی و سفید. اون برای آشپزخونه‌ام قسمت صبحانه خوریشه. ایده که دارم اینه که این قسمت رو کلا برداریم و اونجا یه دونه واکین پنتری درست کنیم که یه در از اینجا داشته باشه، یه در داشته باشه ولی نه دری که بسته بشه، یه در از بالا تا پایین یه حالت مثلا هلال خیلی کشیده داشته باشه که اینجا وارد پنتری بشیم و یخچال و اینا رو اینور به صورت روبروی این سمت میذارم و اونجا هم هدفم اینه که یه آیلند بذارم. این میزم ما اینجا گذاشته بودیم واسه درست کردن قهوه و اینا استفاده میکردیم. یه سری لوازم ضروری رو اینجا گذاشته بودیم. الانم توستر رو اینجا گذاشتم چون دیگه کابینت ها که برن جایی نیست واسه استفاده از توستر. خلاصه این بود از قبل از بازسازی. تمام این کاشی ها رو دیگه باهاش میخوام خدافزی کنم تا راه رو کاشی. حتی ببینید از بیس بوردایی هم که استفاده کرده، این تو ایران قرنیز میگفتیم، این قرنیزاش هم همه کاشی هن. همینطور توی راه رو یه کت کلازت داریم که برقکار اومد برقش رو قطع کرد از دو طرف. و این کمود که در آینه‌ای بالا تا پایین داره اینم قراره برداشته بشه.
چون وقتی از در با بچه ها میایم تو، راه رو یه مقدار تنگه. من فکر میکنم اگه اینجا یه میز کنسول بذارم با آینه، فکر میکنم اینجا دلبازتر و راحت‌تر میشه. اگر میخوایم کت آویزون کنیم، اینجا یه دونه از این کوت رک میتونم اینجا بذارم. یه چیزای ضروری رو آدم آویزون کنه، لازم نیست انقدر به نظرم همه وسایل رو بچپونه توی کمد، چون هر چی دقت کردم بیشتر جا داشته باشی خرت و پرت هم بیشتر جمع میکنی. واسه همین تصمیم به کندن ایشون گرفتیم. یه سری چیزایی که دوست دارم قایم کنم اینه، یکی این چست فریزر اینجا باشه، یکی هم توستر، جارو برقی، تی، چیزای اینجوری که ظاهرشون خیلی قشنگ نیست. به نظر من یه جا نزدیک آشپزخونه باید قایم بشن. خلاص امیدوارم خوشتون اومده باشه. دیگه با من همراه باشین تا ویدیوی بعدی که اینجا کنده میشه. حتی اون بالای کابینت هم که درایوال شده اونم کنده میشه، چون کابینت های بلندتری میخوام بذارم. حتما سابسکرایب کنید و با هم همراه باشین که خیلی اینجا کار داریم و کلی ایده. دوست دارم که این سفر رو با هم دیگه بتونیم ادامه بدیم. ممنون از همراهیتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.